سرخط خبرهای مهم. پیام همدردی سفارت آمریکا در تاجیکستان. با وعده آمریکا $20,000 گرفت. بازداشت جوانی برای قلابی. و پرسش: هنگام زمین لرزه چگونه خود را حمایت می‌کنید؟ روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 15 اپریل. گمانبران حمله تروریستی در تالار کنسرتی کراکوس تهالی ولایت مسکو از لحاظ روانی سالم اعتراف کرده شدند. در این باره الگ ولاسov وکیل دفاع دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران حمله به خبرگزاری ریا نوستی خبر داده است. به گفته وکیل دفاع، متخصصان در نتیجه تشخیص تصدیق نمودند که آنها از لحاظ روانی سالم اعتراف شده، از جهت جسمانی نیز وضعیتشان خوب است. علاوه نموده است الگ ولاسov. حمله به تالار کنسرتی کراکوس روز 20 مارس سال 2024 روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن زخمی شدند. مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان طرح‌ریزی، اجرا و یوری در حمله بازداشت کردند، ولی تاکنون بعضی شبهه و سوال‌ها باقی مانده است. حادثه کراکوس که مهاجران تاجیک در مرکزش قرار گرفتند، به کار زندگی و نقشه و نیت ده‌ها هزار کس در تاجیکستان و روسیه تاثیر گذاشت. هرچند مناسبت دغل سنجش‌های پی هم معرکه ضد مهاجران در روسیه و بازداشت و اخراج آنها تا ماه مارس سال 2024 نیز جای داشت، بعد آن بیشتر شد. سفارت آمریکا در تاجیکستان به آسیب دیدگان در زمین لرزه در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد اظهار همدردی کرده است. پیام سفارت روز 14 اپریل در صفحه رسمیش در فیسبوک نشر شد. ما به برقراری هرچه زودتر منطقه‌های آسیب دیده امیدوار هستیم، گفته شده است در نامه. در زمین لرزه روز 13 اپریل در دو ناحیه منطقه رشت 94 خانه پوره و 10 منزل دیگر قسماً ویران شدند. یک نورسی 3 ساله در زیر دیوار مانده جان باخت. ساکنان بعضی از دهه‌ها را در رشت تاجیک‌آباد که در زمین لرزه روز 13 اپریل ضرر دیدند به مکان‌های امن می‌کوچانند. به گفته مقامات اینها دهه‌هایی هستند که در گذشته نیز بارها از زمین لرزه آسیب دیدند. این دفعه در بخش نظرسنجی از راهگذران در شهر باختر پرسیدیم که آیا راه نجات هنگام زمین لرزه را می‌دانند و هنگام این زمین لرزه باید شخص چی کار کند؟ پاسخ را همراه می‌بینیم. روی به خطر زمین لرزه یا اولین درجه باید همین حجت‌های لازمی چند چیزا را باید بگیرین جمع کنین. اکو ولایت زمین لرزه دا دیگه حمایه فرزنده یکم شود. بعد چیزای اولین درجه یعنی که آب و چیزا را بگیری باید بیرون بروی. زمین لرزه دا چی میگیری دیگه زمین لرزه من یکم جا میشینی یکم سیگاپو یکم آبکش کرد یکم شلوغ شد دبار میگیری. پیش از اون که زمین لرزه سر میشد اگر خبردار شوی بهتر با بیرون بار اومدن وقت. اگر خونه های مثل یک آشیا نباشد خبر رو برآمدن اینترنت تا برآمدن که زمین لرزه شد رشته به خاطر در زمین لرزه همه جای میره که هم چیزی که چپش ها دورتر گفت که چپش نرسه بود دورتر نکته بود دوباره چی نشه هیچ نمیگیریم خوب نمیگیریم ما در ایتاژ میتونم میتونیم گرفته توکل ما به خدا هیچ هم جونی خود ما نجات کیم شده فرزنده رو خود ما اول فرزنده رو خود سن فرزند اساس پدر مادر اویله زمین لرزه میشه باید یکم جای پیش دوم و پیشی باید دور بریم یکم جای هموار که یکم ضرر نبینیم اگر در شهر باشیم. اگر خیلی در جایی که مستحکم جایی هایی که مثل پایه های چی میستن اما ستون هایی که همین بیناها را میسودن خوبترش هم در نزدیکی همون ایستادن در کار که در حالت سخت زمین لرزیدن و چپه شدن ممکنه که آدم مثال در جای به خطر ماند. کی تراش نمی‌بینم. زمین لرزه همین اول دیدم همین کسی پدر مادر داره
فرزند برو اویلاشا اول جوی به خطری برو تمام دیگه بعد فقط احتیاط کنن در شب و روزی که سری گپ کار میشه در اون حالتی که میشه چی میتونه پیش کنه زمین لرزه و هم قشلاق بودن یا دارم هم زمین لرزه بزرگ شده بودم یا دارم زمین لرزه و دناهی رش شده بود درک دارم زمین لرزه بزرگ خیلی خیلی میگفت کنم زمین لرزه اگه میدونم خشانده که خیلی زمین لرزه شده باید یکم جای هموار برایده یکم جای ایدوم و ایخونه باید دور بستید هم خیلی گفتم اتون پیش از همه اگر امکانیت باشد مثال ساکنان هم خانه را بعد حجت هایی که مثال اگر روی دست باشه گرفتن ندارم آدم خیال داریم سالهای پیشتر خیلی بسیار نمیلرزه بعد اخیران زمین لرزه که سخت شده بود در شهرها اونجا اکثریت هم آدم ها همون قشلاق و نیستی شده بود نابود شده بود رئیست کارهای داخلی در شهر دوشنبه از بازداشت یک جوان 28 ساله خبر داد که به گفته این نهاد برای دست داشتن در قلابی در جستجوی رسمی قرار داشته است. رئیست نام بازداشت شده را احمد جان حسنوف نوشته گفته است که او شهروندان را فریب داده با وعده به امریکا فرستادن از هر کدام بیش از 20,000 دلاری گرفته به منفعت خود صرف نموده است. معلوم نیست که بازداشت شده از کی در جستجو قرار داشت و مشخصاً کی دستگیر گردیده است. همچنین معلوم نیست که او چند نفر را فریب داده است. مقامات گفتند که حالا بازداشت شده در حبس پیشکی قرار داشته تفتیشات در مورد کردارهای قلابانه او ادامه دارد. نظر این جوان یا نزدیکان و پیوندانش در رابطه با این قضیه دسترس نیست. قبلا مقامات از بازداشت چند نفر دیگر برای فریب خواهشمندان کار در اروپا خبر داده بودند. بخش یک روزه تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 15 اپریل خبر می‌دهد. اپریل سال 1928 حکومت اتحاد شوروی قرار قبول کرد که بر اساس آن خط عربی تاجیکی به لاتینی تبدیل شد و تا سال 1940 متن و کتاب و نشریه و مطبوعات تاجیکستان با همین خط نشر میشد. بعد سال 1940 در نتیجه یک تغییرات بنیادی دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی خط خود را به کیریلی تبدیل کردند که تا امروز عمل میکند. دعوت و تلاش‌ها برای بازگردانی خط فارسی عربی چون میراث ادبی و علمی تاجیک پیوسته رد شده است. 15 اپریل سال 2011 در پی عملیات نظامی که 7 ماه ادامه کرد، یکی از فرماندهان سرکش و خودسری گروه نظامی ملا عبدالله یا عبدالله رحیموف کشته شد. این عملیات بعد از حمله به کاروان وزارت دفاع تاجیکستان در ماه سپتامبر سال 2010 و کشته شدن 25 سرباز در دره کمراب آغاز یافت. مقامات تاجیکستان مسئولیت حمله کمراب را به دوش ملا عبدالله و علی بیدکی از فرماندهان سابق مخالفان واگذار نمودند. عبدالله رحیموف سال 1997 شرایط سازشنامه صلح میان دولت و مخالفان را نپذیرفت و به افغانستان و پاکستان پناهنده شد. 15 اپریل سال 1878 نویسنده و عالم بزرگ نخستین پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان بنیادگذار ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی تولد شده است. صدرالدین عینی برای اصلاحات خواهی و شرکتش در جنبش جدیدان در عهد امیر بخارا 75 ضربه چوب خورد و زندانی گشت. او یکی از شاهدان و نویسندگان قوی تاریخ خلق تاجیک و مؤلف ده‌ها اثرهای علمی و بدیعی درباره امارت بخارا میباشد. و چون همیشه در این قسمت برنامه از قرب اسعار میگوییم، 1000 روبل روسی صبح امروز برابر است به 136 سومانی، 100 یورو به 1124 سومانی و 100 دلار 1088 سومانی مقرر شده است.
بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. اخباری از این بیشتر را دوام روز در سامانه و صحیفه های اجتماعی رادیو آزادی پیدا کنید. تا فردا در همین وقت و ساعت، خدا نگهدار.